کورت ریچر یک محققی بود که اومد روی موش‌ها یک آزمایش جالبی انجام داد. موش‌های بدبخت فلک زده رو انداخت تو آب و می‌خواست اندازه‌گیری کنه این موش‌ها چقدر تحمل می‌کنن و چقدر امید دارن به بقا. خیلی جالب بود. اندازه گرفت، دید همه موش‌ها نهایتاً تا 15 دقیقه میتونن تحمل کنن تو آب، شنا بکنن و بعد از 15 دقیقه دیگه ناامید میشن. در لحظه‌ای که داشتن غرق میشدن، این محققه میومده این موشای بیچاره رو میگرفته، درشون میآورده از تو آب. بعد از 15 دقیقه عذاب کشیدشون بیرون، دوباره میذارتشون توی آب و فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ این بار موشها تا 60 ساعت تحمل میکنن و شنا میکنن. یعنی چی؟ یعنی فقط امید به این که نجات پیدا میکنن اون 15 دقیقه عملکردشون رو تبدیل کرد به 60 ساعت فقط به خاطر امید داشتن. حالا ببین ناامیدی چقدر عمل کرده تو